خیلی. از خیالم راحت هست که داره ضبط میشه. حالا بعد توضیح میدم. بذار الان اصلا شروع کنم عقبیم. البته من ناراحت نیستم که عقبیم بچه‌ها، چون ما داریم ریز به ریز و با کیفیت میدیم. حالا امسال یه مقدار زمان کمتر شد، ان شاءالله ما قطع زبان. بس صدام قطعه؟ بس صدام قطعه؟ نه قطع نیستش. قطع نیست. پارسا قطع نی، پارسا قطع نی. صدا هست. خب حالا گوش کنیم درس بدیم. بله بسیار خوب. خیلی ممنون فاطمه زینکی. بسم الله الرحمن الرحیم. پنج بهمن 99. بله جلسه قبل و جلسه قبل روی سایت بارگذاری شده. بعدا بهتون میگم چه کار کنید، رمز رو از کجا بیارید. شما میرین از رمز استفاده میکنید و فیلم رو میبینید، ولی واقعا کسی مشکل داره نمیتونه این کار رو انجام بده، یه پیام به خودم بده، لینک ها راش میفرستم. خب عرض میکنم ستایش. ببینید بچه ها، ما جلسه قبل اسپیروگرام رو کامل گفتیم. امروز میخوایم جوانب تنفس رو بگیم، یعنی در واقع بیایم در مورد تکلم، در مورد سرفه، عطسه و اینها بگیم. خب دقت کنید، فعلا دیگه صحبتی نکنید، فقط گوش بدید. فقط گوش بدید. به شما عرض بشود که ما میگیم مثلا فرض کنید راه‌های دفاع از بدن که در دستگاه تنفس قرار دارد. راه‌های دفاع انشاءالله آقای اسکندری گوش بدید. راه‌های دفاع. یکی از این راه‌های دفاع اگه یادتون بود چی بود؟ درشت‌خوارها بودن. درشت‌خوارها کجا بودن بچه‌ها؟ درشت‌خوارها اگه یادتون بودن توی حبابک‌ها بودن. یکی درشت‌خوارها در حبابک‌ها. اگه یادتون باشه یه راه دفاعی در بدن بود. دومیش مخاط مژکدار بود. خب بچه ها، مخاط مژکدار از چند طریق فاطمه میتونه چیکار بکنه؟ دفاع بکنه. مخاط مژکدار یکی از این راهاش ترشح لیزوزیم بود. ترشح آنزیم لیزوزیم بود. یکی از اینها زنش مژک‌ها بود. زنش مژک‌ها بود به سوی حلق. دیگه من براتون توضیح دادم به سوی حلق یعنی چی؟ یعنی اون بالا میاد به سمت حلق، پایین میره به حلق. بله جز دستگاه تنفس نیستن، اما راه دفاعی که تو دستگاه تنفس که هستن، مال دستگاه تنفس نیستن. بله یکی هم به دام انداختن ناخالصی ها. خیلی خوب. البته یکی هم بگم ها، موهای حفره بینی، اینا هم در تصفیه هوا نقش داشتن. بچه ها در تصفیه هوا هم نقش داشتن. خب ما امروز میخواهیم یک مدل و یک چیز جدید به شما بگیم در مورد این، و اون چی هستش؟ و اون سرفه و عطسه هستش که سرفه و عطسه هم از راه‌های دفاع محسوب میشن. پس یکی درشت‌خوارها بودن که جز دیوار حبابک‌ها نبودن، مخاط مژکدار و سرفه و عطسه که اینها میتونن دفاع بکنن در مقابل عوامل خارجی و میکروب‌ها یا هر چیز دیگه که میخواد آسیب به ما برسونه. خب
حالا ما میخوایم بگیم که کلا چی هستش. نه گرما کاری نمیکنه. سرفه و عطسه چی هستن؟ سرفه و عطسه، ببینید اولا سرفه و عطسه اولی که هنگام بازدم رخ میدن، روی میدن، یعنی مال بازدم هستن سرفه و عطسه. ما زمانی که داریم بازدم انجام میدیم سرفه و عطسه رو میتونیم داشته باشیم، بیرون داریم میدیم هوا رو. خب پس وقتی میگیم بازدم یعنی دیافراگم چطوریه بچه‌ها؟ یعنی دیافراگم گنبدیه. دیافراگم گنبدی است. وقتی میگیم به شما هست بازدم یعنی به شما هست فشار درون شش‌ها، فشار درون شش‌ها در حال افزایش است. چه اتفاقی میفته در هنگام بازدم؟ اینا چه کار میکنن بچه ها؟ اینا اول میان اپیگلوس رو میارن پایین، راه نای رو میبنده، حنجره میاد بالا، پرده صوتی به هم میچسبن، راه بسته میشه. اون طرف دیافراگم میاد بالا، فشار میاره به هوا. این طرف هم راه بسته، یهویی فشار درون شش میره بالا. فشار درون شش که رفت بالا یهویی اپیگلوت باز میشه. یعنی چی؟ اون طرف فشار باز میشه، یه بار باز میشه، با سرعت هوا خارج میشه. پس ببینید چجوری داستان. ابتدا اپیگلوت پایین آمده و راه نای را میبندد، راه بسته، اون طرف هم فشار داره میاد، یهویی باز میشه. سوم این که ناگهان اپیگلوت بالا می رود و هوا با فشار خارج می شود. تا اینجا بین سرفه و عطسه اشتراک. اما از اینجا به بعدش تفاوت بین سرفه و عطسه چی؟ اگر سرفه باشه به شما از شود زبان کوچک میره بالا، راه بینی رو میبنده. ولی اگر عطسه باشه زبان کوچک سر جای خودش میمونه که هوا از بینی خارج میشه. پس تفاوت سرفه و عطسه توی زبان کوچک هست که او از بینی خارج میشه، او از دهان خارج میشه. پس اینجا ببینید زبان کوچک در عطسه پایین میماند، در سرفه بالا رفته و راه بینی را میبندد. حالا یه چیزی بچه ها، زبان کوچک کارش اینه، تو عطسه پایین میمونه که هوا از کجا خارج شه؟ از همون بینی خارج شه. تو سرفه بچه ها حالا چرا آدم هایی که ناراحتی ریه دارن، کرونا دارن، سرما خوردن، سیگاری هن، قلیونی هن، دودی هن، نمیدونن کارا میکنن، سرفه هی میزنن؟ باید سیستم های دیگه امنیتی دستگاه تنفسشون خراب شده، اینا با سرفه میخوان جبرانش بکنن. بله آفرین، چون موژگاشون آسیب دیده. باریکلا، راه دیگه ندارن، پارسا میگه راه دیگه ندارن. سرفه راحت‌تره، عطسه باید فشار خیلی بالا بیاد. میگه چرا عطسه نمیکنن؟ اتفاقا نگاه کن، اتفاقا کیا عطسه میکنن؟ اونای سرما خوردن. اتفاقا سرما خورده ها هم زیاد عطسه میکنن که، ولی خلاص سیگاری ها نه، سیگاری ها چون سرفه آسان‌تر عطسه است. باید کرد. پس شماره 5 رو خدمت شما بگم. در افرادی که مژه ها از بین رفته اند، سرفه راه بهتری برای دفاع است. به همین خاطر دائم سرفه میزنم. من خودم یه حساسیتی دارم، دائم عطسه دارم سرفه.
زمستون تابستون، سرماخورده غیر سرماخورده. یک سرها هی عطسه هی سلفه، هی عطسه هی سلفه. خب بله فاطمه مهدیزاده خوبی بابا. من تسلیت عرض میکنم دختر، من واقعا تسلیت میگم خدمت شما که پدر بزرگتون فوت شده، خدا بیامرزتش. ما هم در غم شما شریکیم فاطمه. خب پس سرفه و عطسه رو توضیح بدید. من میام اینجا سرفه و عطسه رو براتون چیکار میکنم؟ توی جدولی مقایسه کردم. عطسه بیشتر از بینیه ولی از دهان هم هست. کجایی دقیقاً کجایی تو بی من کجایی؟ حالا پیدا شد، حالا پیدا شد. کجا گذاشتم شما؟ اینجا صفحه 81. صفحه 81 فهیم. بله در هنگام سرماخوردگی هم آسیب میبینن. بله این هم میشه گفت، ریفلاکس هم میتونه. فاطمه کرمی خوبی؟ بله دقیقا هم همینه. فشار خوب آدم میده. آرمین نکته ها خوبی میگی بابا جون. مقایسه کردم واسهتون چی و عطسه سرفر تکلم بله. من قبل از اینکه وارد این مقایسه بشم اجازه بدید در مورد تکلم یکم صحبت بکنم. موافقید؟ یا نه تکلم صحبت بکنم؟ ببینید تکلم کلا دو تا بخش داره. اجزاء تکلم چیه؟ یکی تولید صدا، یکی واژه سازی. وقتی یه نفر میخواد صحبت بکنه دو تا مرحله داره. یکی صدای تولید میکنه. خب صدای حیوانات هم میتونن تولید بکنن، اما حیوانات نمیتونن واژه سازی بکنن. شما نگاه کنید یه گاو هم صدا میده، صدای گاو، صدای نمیدونم اسب، صدای نمیدونم پرنده، صدای، ولی نمیتونه واژه بسازه. پس معلوم میشه واژه سازی با تولید صدا دو تا چیز متفاوت هستش بچه‌ها. خب حالا گوش کنید بچه، این پیامات طولانی که می‌نویسید رو بذارید آخر کار من جواب میدم. الان نمیتونم فاصله نشستم بخونمش. تولید صدا در اثر برخورد هوا در هنگام بازدم به پرده های صوتی است. تو بازدمم باشه. من دفعه قبلم خدمت بزرگواران گفتم، اگه بودی باشیم، گفتم آقا تو بازدم صدا تولید میشه، کسی توی دم نمیتونه صدا تولید بکنه. خب بعد خدمت شما عرض کنم واژه سازی صدا رو تبدیل به واژه میکنه. کی این کار انجام میده ناصری؟ کسی که این کار انجام میده یکی دهانه، یکی لبها هستن، یکی زبانه. پس اون کسی که میتونه واژه بسازه دهان و لبها و زبانن. اینها واژه میسازن. این واژه‌ای که من دارم خدمت شما میگم. من که دارم حرف میزنم 1 ساعت نیم سر کلاس شما 1 ساعت نیم ساعت قبل صحبت کردم، این همش در حال بازدم بودم. خب پس تکلم این رو داره به ما میگه. فقط یه نکته من خدمت شما بگم. نکته بچه، جنس پرده های صوتی چیه؟ جنس پرده های صوتی چیه؟ آفرین 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 آفرین. بله جنس پرده های صوتی اینا از چین خودگی مخاط به وجود میان. اینا از چین خوردگی مخاط ایجاد
میشوند و همه شما میدونید وقتی صحبت از مخاط میشه منظورمون چیه؟ بافت پوششیه. بافت پوششی مخاط دیگه. پس جنس پرده بچه چند تا پرده صوتی وجود داره؟ چند تا پرده صوتی وجود داره؟ 2 تا پرده صوتی ما داریم. خب پس میگیم پرده های صوتی 2 عددن همیشه. اینجوری نگاه بکنید. بالا که نگاهش رو کنید 2 تا هستن. این یه دونه پرده صوتی، این هم یه دونه پرده صوتی. الان این بسته. موقع من دارم حرف میزنم بازه، هوا برخورد میکنه بهش صدایی تولید میشه، بعد لب و دهن من چیکارش میکنه؟ تبدیل به واژه‌اش میکنه. همینا هستن ستوده، همینا هم ستوده. پس داستان شما دقت بکنید توی عطسه وضعیت تنفس بازدم، اصلا کلا نگاه کنید عطسه و سرفه کردن تو بازدم صورت میگیره، تو بازدم صورت میگیره. بعد میتونه دم یا بازدم باشه، بستگی داره اون لحظه ای که لقمه میرسه به حلق تو دم باشی یا بازدم باشی، همونجا متوقفش میکنه. خب هست البته اینا ببینید عطسه انعکاس، سرفه انعکاس، اما تکلم انعکاس نیست. ببین من دارم با شما حرف میزنم کاملا ارادی دارم حرف میزنم، با انعکاس با شما حرف نمیزنم. درست شد؟ پس تکلم انعکاس نیست. بچه‌ها در مورد انعکاس گفتم خدمتتون یا بگم؟ فکرم گفتم انعکاس، چون بلعو گفتم دیگه. آره بلعو گفتم، آفرین بلعو گفتم دیگه. بل، استفراغ، اینا همه انعکاس بودن، انعکاس بودن دیگه. بذار من کوچولو فقط بگم، بعضی بچه‌ها میگن بگید آره یه کوچولو فقط بگم، کوچولو ای وای. نگاه بکنید انعکاس بدونید چیه. انعکاس پاسخ ناگهانی و غیر ارادی به محرک ها. حالا این محرک ها میتونن درونی باشن، میتونن بیرونی باشن. خب بله دقیقاً حسین خان نگاه کنید پاسخ ناگهانی و غیر ارادی، فقط من باید یادم باشه این پاسخ غیر ارادی میتونه توسط ماهیچه صاف باشه، میتونه توسط ماهیچه چی باشه بچه‌ها؟ ماهیچه اسکلتی باشه. ماهیچه صاف مثل چی؟ ماهیچه صاف مثلا انعکاس تخلیه راستوده، انعکاس تخلیه مثانه. 2 تا فصل لاتر میخونید اونجا، میخونید 2 تا فصل لاتر اینو. خب انعکاس ماهیچه های اسکلتی رو سال آینده میخونید. انعکاس عقب کشیدن دست، بچه‌ها دست رو من میذارم اینجا، داغ یهویی برش میدارم. آقا من خودم این دست رو بر نداشتم، انعکاس برش داشت، من با اراده برش نداشتم. خب انعکاس بلع اسکلت، به انعکاس بلع رو میگیم انعکاس مغزیه. راجع به اسکلت یا چیزیش بحث نمی‌کنیم. البته من تقسیم بندی کردم، تقسیم بندی رو بهتون نشون میدم چون سوالا زیادن در مورد این. پس این وقتی یه چیز دیگه هم بگم، بچه‌ها مرکز عصبی انعکاس کجاست؟ مرکز عصبی انعکاس 2 جاست، یا میتونه مغز باشه یا میتونه نخاع باشه. حالا کجاها مغز کجاها نخاع؟ سال آینده میخونیم آرمین، سال آینده میخونیم اینو. الان نگاه بکنید، بذار برای بچه‌ها بگم. دارم بچه‌ها انعکاس جنبندیشو دارم، گوش کنید بعد بهتون میگم.
پس این تکلم انعکاس نیست، اما عطسه و سرفه و بلع انعکاس هستن بچه‌ها. میایش نمیدونم چه بیماری هست. وضعیت دیافراگم تو عطسه گنبدیه چون بازدمه، توی سرفه گنبدیه چون بازدمه، تکلم هم بازدمه پس گنبدیه، اما تو بلع بستگی داره. من موقع دم متوقفش کنم یا موقع بازدم متوقفش کنم، پس میتونه گنبدی یا مسطح باشه. وضعیت زبان کوچک تو عطسه پایینه چون میخواد بینی باز باشه، تو سرفه بالاه چون میخواد دهان باز باشه، توی تکلم پایینه. من الان دارم صحبت میکنم زبان کوچکم پایینه. خب توی بلع بالا هستش، میدونید بلدید چرا تو بلع بالا هست. وضعیت حنجره توی عطسه و سرفه اول بسته میشه و یهویی باز میشه که هوا با فشار بیاد، سپس باز. تو تکلم بازه، یعنی من الان حنجرم بازه که دارم حرف میزنم اینجا. نه اونایی که لال هستن دلایل دیگه ای دارن دخترم. یعنی بیشترین کسانی که لال هستن چون کر هستن لال هستن، چیزی نشنیده که یاد بگیره. متوجه این؟ پس بیم به همین خاطر همیشه میگن کر و لال، چون کره لاله. بگن اگه بشنوه الان دارن چیز میکنن دیگه، اینه که شنوای سنجی رفتن افرادی که اینجوریه رو کاری میکنن حرف بزنن. نه محمد رضا موقع بل اگه حنجره وا باشه که غذا میده تو نای میمیریم که. خب داشتم میگفتم حنجره باز تو تکلم تو بل بسته و بالاه. بله شاید الان من خودم هم خیلی حنجرم در معرض خطر هست. وضعیت اپیگراد اول پایین ناگهان میره بالا، همین اول میاد پایین میبره یهویی وا میشه. توی تکلم بالا هست، بعد پایین هست که راه بسته. پس ببینید 4 تا از پدیده‌های مرتبط با فتوسنتز رو از لحاظهای مختلف با هم دیگه مقایسه کردیم. من ببینم جدول انعکاس ها هستن، جدول انعکاس ها رو با هم بگیم و بعد انشاءالله بریم قسمت جانوران رو بگیم. چی؟ تنظیم تنفس هم بگیم. ببین این انعکاس ها بچه‌ها صفحه 84 جزوتون. بعد فاطمه میتونه بچه‌ها انعکاسات رو دستن یا مغزی هم یا نخاعی هم. بعد به شما از مغزی ها یا مایچه صاف هم تنگ گشاد شده مردم هست. سال آینده میخونید بچه این مردم ها که ما میتونه تنگ گشاد بشه، این مغزیه و مایچه صافه. استفراغ و بلع و عطسه و سرفه چیکار کردید؟ جز مایچه اسکلتی ها زدید چون مایچه شکم هم منقبض میشن. و تو نخاعی ها مایچه صاف مثل دفت مثلا سال 10 میخونیم و مایچه اسکلتی هم دفت در وسط عرب پیشن دست که انشاءالله. البته این خطش بزنید من چه انعکاس انعکاس چی جز بالایی هست، یعنی این ما جز بالایی ها باید بگیم. من درستش بکنم. دفت در راستوده انعکاس مایچه صافه. سال 10 صفحه چند؟ صفحه 84 انعکاس ها. درستش کردم، من یادداشت کردم که اصلاحش بکنم. خب حالا مطلب بعدی که خدمت بزرگواران بگم بچه‌ها چی هست؟ بله حالا مکانیسم دفع اگر یادت باشه میدونی که اول وقتی فشار میومد مایچه صاف انعکاسی باز میشد، مایچه اسکلتی بیرونی انعکاسی نبود. مغز دستور میداد بگو ببندش. فهمی؟ خب حالا مراکز تنفسی رو خدمتتون بگم بچه‌های گلم. مراکز تنفسی یا بهتر بگم تنظیم تنفس. اولا مراکز تنفسی در مغز 2 تا هستن. یکی
سروری زاده، آتنا سروری زاده، شما 11 هم کلاس می اومدی درسته؟ آتنا جواب منو بده بابا. 11 میونه یا 10 می اومدی؟ آتنا سروری زاده. آها 11 هم پس تشریف داشت. خیلی خوب باش. اینا رو میفرستم، اون دفعه هم فرستادم. بچه‌ها مراکز تنفسی در مغز رو اگه بخوام خدمت شما بزرگواران عرض بکنم، یکی بسل النخاع هست، یه اصلیشه، یکی پل مغزی، این جنبیشه و اینها با هم ارتباط دارن و نزدیک هستند. اینا ارتباط دارن، نزدیک هم هستند. اینا مراکز تنفسی هستند. بعد خدمت شما بزرگواران عرض بکنم که حالا عوامل مؤثر در تنظیم، یه سری عواملی هستن برای پایان دم. بچه چرا لازم هستش که دم پایان بیابه؟ چون من اگه نفس میکشم، اگه خیلی نفس میکشم آسیب میبینم اصلا و یه جوری بشه شلش کنم آقا ول کن بسه آقا، خب بسه دیگه بسه. یکی باید خبر بده بسل النخاع عقلش نمیکشه، هی میخواد نفس بکشه، یه بزن تو سرش پل میگه خاک تو سرده ولش کن کشتیش. پس ببینید من خطرناک میشه دیگه. برای پایان دم دو عامل وجود داره. یکی از عواملی که برای پایان دم میتونیم بگیم اثر پل یا پیام پل به بسل النخاع. پیامی است که پل به بسل النخاع میفرستد. دو تا نکته داره، برمیگردم دو تا نکتهشون میگم. آره فاطمه بالاتر هم هست میزنه تو سرش باحال گفتی فاطمه. پس پیامی است که پل به بسل النخاع میفرسته. یکی پیامی که ماهیچه‌های صاف، یعنی در واقع ماهیچه که نه، پیامی که گیرنده های درون ماهیچه های صاف نایژک به بسل النخاع میفرستند. پس دو تا عامله. وقتی من خیلی شروع میکنم نفس عمیق کشیدن، این ماهیچه های نایژک هم کشیده میشن. میگه آقا چی کار داری میکنی؟ فوری پیام میده به بسل النخاع، میگه چی کار میکنی بسل النخاع؟ تموم کن دمه. ای بابا پل تو چی کار میکنی؟ تو نمیتونی بهش بگی دم تموم کنه. پل میگه خدا من بهش گفتم. میگه خب دو تا باید بهش بگن که دم پایان پیدا کنه. تمیز پیام میده. این یه جوری سیستمش طراحی شده که دو تا پیام برسه، یکی هم ماهیچه ها برسه، یکی هم پل برسه. اینجوری هستش که میتونه. بله امید نه نگو مریم که فهمیده است. خب پس یکی پایان دم دو تا نکته داره، من دو تا نکتهشو خدمتتون عرض خواهم کرد. یکی برای پایان دم هست. نکته بعدی که عوامل مؤثر در تنظیم هستش آقا گازهای تنفسی. یکی افزایش CO2، یکی کاهش O2. چه کار میکنن؟ تعداد تنفس رو میبرن بالا. جان شدید الان میگم صبر کن فاطمه صادق، الان میگم.
نگاه بکنید بچه اینها چه کار میکنن؟ اینا تعداد تنفس را در دقیقه افزایش میدن. یعنی اگه نفس کم بیاد تون سعی میکنه نفس بکشه، تون سعی میکنه نفس بکشه. آره دیگه خطرناکه. خب این گیرنده ها گیرنده شیمیایی هستند. میپرسه چرا گیرنده ای دارن؟ اینا گیرنده شیمیایی هستن. تو کتابای قبل از شما پارسالی ها نه قبطلی ها اونا که امسال کنکور دارن مفصل اینا رو توضیح داده بود که کجاها هستن. ما تو کتابای شما حذف کردم، منم دیگه لزومی نمیبینم بگم. بله دقیقاً حسین. خیلی خوب، من تو صحیح غلط میگم ببینم چیکاره اید بچه‌ها. پل مغزی به تنهایی میتواند باعث پایان دم شود. آره، آفرین به شما، آفرین به شما، جانم به شما. زنده باشین بچه. غلطه، تنها نمیتونه، تنها نمیتونه. حتما باید چه اتفاقی بیفته؟ حتما باید پیام رو بده به بصل النخاع، بعدش یه اتفاق بیفته. نکته بعدی رو گوش کنید، خیلی پرتکراره. پیام‌هایی که از نایژک‌ها برای پایان دم صادر می شود ابتدا به پل و سپس به بصل النخاع می روند. پیامایی که میاد، من نگفتیم که پیاما از اونجا میاد. حالا این پیاما از کجا میاد؟ این پیاما میاد میرن بصل النخاع پل بعد پل میرن. این درست یا غلطه؟ جمله‌ام غلطه، چون دو دستن اینا. پیامی که پل میدهد ربطی به پیامی که از نایژک ها میرسه اصلا نداره. اون یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است، ربطی به هم دیگه اصلا ندارن بچه ها. پس ببینید بچه های خوبم، یه سوال دیگه از شما بپرسم. یه سوال دیگه نگاه بکنید بچه ها، خدمت شما عرض بکنم که افزایش CO2 خطرناکتر از کاهش O2 می باشد. آفرین، آفرین، خیلی خوبه، ولی کرد من کاملا درسته. چرا؟ به خاطر که افزایش CO2 باعث افزایش H مثبت و کاهش pH می شود. بله سارا آمون داری، بله آفرین. حالا یه چیزی بچه ها، نکته بعدی، این کاهش pH چه خطر بزرگی داره. آفرین حدیث، بله کاملا درسته. بله کاهش pH فعالیت پروتئین ها و آنزیم ها را مختل می کند. پس مشکلی که ایجاد میکنه کاهش pH چه کار میکنه؟ مشکل توی این. روزیتا بهادر دختر خوبم، میگم نه تو کتابای شما حذف شده، یعنی من بخوام بگم فقط وقتتون گرفته میشه، به دردت نمیخوره. وگرنه من که سرم درد میکنم با توضیحات اینجوری.
میدونی من اصلا سرم درد میکنه و توضیحات اینجوری منتها دیگه تو کتابتون نیست چی کاری بگم. نه کاری به چیز نداره ها، کاری به بیکربونات نداره. خب بعد کاملا درست همین کاملا درست. پل اصلا فاطمه ساده پل یه چیز دیگه است، یعنی اصلا یک مکانیسم دیگه ای داره پیام میده. اون یه مکانیسم شیمیایی داره، ربطی به مکانیسم مکانیکی این افزایش حجم نایجک ها نداره. ببین نازنین خانم، گفتم همین الان داشتم همین توضیح میدادم، گفتم که پیام‌هایی که از نایجک ها برای پایان دم صادر میشه با اونایی که از پل میاد کاملا دو تا چیز کاملا متفاوت هست. نه تو کنکور نمیاد خیالتون راحت. چرا پل با بسنده خیلی با هم ارتباط دارن، اگه نداشتن که نمیشد. نگاه کنید اتفاقا نمیشن ارتباط دارن با هم نزدیکن امیر مقدم. خب حالا توجه کنید بچه‌های خوبم، بیاین بریم کتاب دهم. من کتاب دهم یه نگاهی میکنم، بعد میریم کجا؟ اینه که گفتم صفحات سم که خدمت بزرگواران گفتم، تنظیم تنفس هم این قرار افتاده رو بیشتر توضیح دادم واسهتون که تنفس مرکزی تو پل داره که اثر میذاره، مثلا نخواه خاتمه میدیدم و مرکز در پل میتونه منتظمات رو تنظیم بکنه و بعد افزایش دیوکسید کربن و کاهش این هم که میتونه تنظیم بکنه. خب حالا بریم گفتارست. گفتم که افزایش CO2 خطرناک‌تره. خب بچه‌ها نه اینا تو بیشتر بدانی در اسکردگی نمیاد، خیال راحت باشه. ببینید تبادل گاز در جانداران، تبادل گاز در جانداران. من فقط یه چیز خدمت بچه‌های خودم بگم. بچه‌ها ما بچه‌هایی که جدید به ما اضافه شدن، اونایی که حدود 7-10 جلسه گوارش و سه‌شنبه ها بهشون میگفتم، اونها انشاءالله با امید خدا این سه‌شنبه کلاستون هست. تو گروه هم اعلام خواهم کرد که من ته گوارش رو به شما بگم که دیگه هماهنگ بشیم با اینا. احتمالاً از هفته بعدش سه‌شنبه ها اون ساعت برای شما جبرانی بذارم که یکم بریم جلوتر. همون ساعت خودش فاطمه، ساعت 3 تا 5 باشه. جمالی زاده به پیام بده تا براتون اضافه کنم تو گروه. خیلی خوب بچه‌ها، دو دسته میشن اونایی که ساختار ویژه ندارن، اونایی که ساختار ویژه دارند. پس جانداران از نظر تبادل گاز دو دستند، یا ساختار ویژه‌ای ندارن، همونجوری تو آب اکسیژن رو میگیرن و این حرفا. اما یه عده ساختار ویژه دارن. اونای ساختار ویژه ندارن کیا هستن؟ تک‌یاخته ها. حالا وقتی من میگم تک‌یاخته ها، همتون روتون میره به سمت پارامسی. درسته، پارامسی. تک‌یاخته ها یا تک‌سلولی ها بود شما. بعد خدمت شما عرض کنم اونایی که ساختار ویژه ندارن، کیسه تنان. خب همتون چشمتون میره رو هیدرو، عروس دریا و شقایق دریا. کیسه تنان همه تک‌یافت‌ها همه تک‌یافت‌ها. البته یه چیز بگم ستوده، بعضی تک‌یافت‌ها لازم ندارن چون تنفس هوازی ندارن، اکسیژن میخوان چیکار؟ اونایی که لازم دارن، مثلا اون باکتری که در کنسروجات زندگی میکنه، این کاملا اکسیژن لازم نداره. بعد قاینی پلانکتون هم میشه. بعد به شما اصلا
کرم پهن پلاناریا. این هم جز اونایی که دستگاه تبادل گاز نداره. بله انتشاره. خب حالا اونایی که ساختار ویژه دارن 4 هستن. یکی تنفس نایدیسی، تنفس نایدیسی رو درست بنویسم بعدا میخوایم بخونیمش چی نوشته فوش میدیم. در حشرات دیده میشه. البته کتاب‌های قدیم 100 پایان هم میگفت. من حالا کتاب شما رو ندارم ببینم برداشته نداشته اید. حتی پی دی افشو دارم. بله یکی تنفس نایدیسی، یکی تنفس پوستی کرم خاکی. اینجوری بگم تنفس پوستی رو شما هم در بیمهره ها میتونی ببینی کرم خاکی، هم در مهره‌داران میتونی ببینی دوزیستان. البته خدمت بچه های گلم عرض میکنم دوزیستان بالغ کرم کدو پهن دخترم مریم، پهنه بابا. پس تنفس پوستی، بعدیش تنفس آبشوشی. آبشوشی 2 دسته، یکی آبشوش‌های پوستی. آبشوش‌های پوستی رو کجا داریم؟ در ستاره دریایی. در ستاره دریایی آبشوش‌های پوستی رو داریم. خب اما اونایی که محدودترن در نقاط ویژه، یه وقتی ما میبینیم کل پوشش بدن، پوست بدن، سطح بدن آبشوشه. این ستاره دریاییه. اما یه وقت میبینی نه آبشوشا جمع شدن دور گردن نزدیک سر مثلا ماهی. فرق میکنه دیگه نه؟ پس اینا محدودترها کیا هستن؟ یکی نوزادان دوزیستان. پس ببینید بچه‌ها دوزیستان نوزادش با بالغش اندازه تبادل گازهای تنفسی کاملا متفاوته. بعد ماهی ها اینا تنفس آبشوشی دارن و اما تنفس شوشی. خب تنفس شوشی رو میتونم بگم میتونه در بیمهره ها باشه مثل حلزون خشکی، میتونه در مهره‌داران هم باشه. اکثر مهره‌داران اکثرا پستاندارانش، پرندگانش، خزندگانش، دوزیستان بالغش در تا حدود زیادی الی آخر. این کل چیزی ما میخوایم بگیم همین. من یه عدسه بزنم بچه، یه چیزی بهتون بگم فقط نخندید. خب عدسم رفت. قول میدین یه چیزی بگم نخندید؟ یه چیزی بگم قول میدین نخندید؟ نه من اول قول نخندید. قول دادین ها؟ خیلی خوب. نه میگه من قول ندادم. کی میگه قول ندادم؟ مونا میگه من قول ندادم. تو نیست اشکال نداره. هفته گذشته خب نه طوری نیست. هفته گذشته من یک کلاسی داشتم. خوب گوش کنید. فاطمه واقعا من بعضی وقتا چیزا میگم آدم چی بگه. به خدا ناراحتم ها. چرا ناراحتم؟ چون ما معلمان نقش خودمون رو خوب ایفا نکردیم. ما نتونستیم آرامش رو به بچه ها منتقل بکنیم. متاسفانه. تقصیر ما معلم هاست. خود من اولش. من اگه نتونم آرامش رو به دانش آموزم، به مخاطبم القا بکنم، یعنی من در نقش خودم ضرر، یعنی بد بودم. نه لطف دارین شما اینجوری میگین، ولی واقعا حالا بذار خاطره رو بگم، فقط نخندید. ستایش گوش کن مانا گوش کن. آقا لطف دارید. نه لطف دارید. یه لحظه من بگم وقت ندارم.
هفته گذشته من کلاسی داشتم آنلاین، یه تعداد دانش آموز جدیدی وارد کلاس ما شدن. بعد حالا جالبه من سر کلاس تلفنمو جواب دادم. بعدش هم شما میدونید شما کلاساتون کلاسای نیم ساعت، یعنی کلاسای یه ساعت نیمی هم بینش ما زنگ تفریح نداریم. بالاخره زنگ تفریح کلاس هم 2 ساعت نیمی با زنگ تفریح هم داشتیم. اما یه پیامی گذاشت اینجا مریم، یه پیامی گذاشت آقا سر کلاس مگه جای تلفن جواب دادنه؟ من اصلا به خودم نیوردم. گفتم آن شاید شوخی میکنه، حالا شاید آشنا یه جلسه اولشه. این یک. بعدش هم رفته اینور اونور پر کرده، آقا سر کلاس تلفن جواب میده، آقا نیم ساعت وقت ما رفته، بچهای دیگه امتحان داشتن فلان داشتن. خب بنده خدا یه چیز طبیعیه. حالا کلاس مدرسه‌ام که نیست، من معلم مدرسه باشم، شما اومدی اینجا، خب بالاخره تو معلم مدرسه هم دانش آموز مدرسه هم باشه که این حرفا نمیزنه که. ببین تقصیر من معلمه که نتونستم به دانش آموزی القا بکنم که بابا آروم باش، جای دوری نمیره، پشت سر هم حرف زدن که اصلا بازدهی میاره پایین. خب اگه واقعا خیلی مشکل داری، این همه جا، این همه مؤسسه، تشریف ببرید، قدرات رو چشم ما دوست داریم شما رو، ولی دیگه اینجوری قشنگ نبود. حالا شما که نمیدونید بنده خدا، من نمیدونم کیه، به خدا اصلا یادم هم اسمش چیه، اسمش هم نمیدونم چیه. ولی میخوام بگم که یه لحظه من گفتم بین ساعتان یکم صحبت بکنم که خستگی ذهن شما از بین بره. نه من نگرانشم، من واقعا دوستشون دارم که نگرانشونم، تو آرامش فکریه رو ندارن اینها. من نگرانشونم، من دوستدار همم، من معلمم، من که نمیتونم با بچه، با دانش آموزم که جا بچه من هستش بد صحبت بکنم، که من باید هواشو داشته باشم. خیلی خوب، شما بزرگوارید، منم شما دوست دارم. شما دوست دارید، ممنونم، سلامت باشید. خیلی خوب بریم. خیلی خوب. بله، علی میگه آقا مگه سر کلاس جای خاطره گفتنه؟ راستم میگه بچه‌م. خیلی خوب، آقا بریم درس. آقا اونایی که ساختار ویژه ندارن چه کار باید بکنن؟ اونایی ساختار ویژه ندارن چه کار باید بکنن؟ چه کار میکنن؟ انتشار تو کامنتاتون دیدم. حالا گوش کنید آتنا، الان بذار درس رو بگم آخر ساعت، سر کلاس وقتمون گرفته نشده است، چون 10 هم وقتم کمه، حالا 11 هم وقتم زیاده. ببینید بچه های گلم، داستان چیه؟ داستان اینه، مثلا فرض کنید اگر این پارامسی باشه، خب شما پارامسی رو تو دستگاه گوارش من خیلی مفصل براتون گفتم و توضیح دادم، فکر میکنم نه کامل گفتمش. این پارامسی به هسته هاشو ایناها هم کار ندارن. خب این هم واکنه های انقباضیش اینا هم کار ندارن، دستگاه دفع باشتر کار داریم. ما با چی کار داریم؟ ما با تبادل گازها کار داریم. یعنی در واقع اینجا، یعنی CO2 که اینجا تولید شده میاد اینجا، به شما عرض شود O2 که بیرون هست میره کجا؟ میاد اینجا. و این تبادلی که شما میبینید تنها چیزی که وجود داره چیه؟ خب تنها چیزی که وجود داره، نه به شما نرسه، ستاش چیه؟ بله چشم ستاش. نه به بچه سه‌شنبه‌ای نگفتم هنوز، بچه سه‌شنبه‌ای انشالله میگم سه‌شنبه.
به بچه دیگه گفتم این انتشار اینی که شما اینجا میبینید دقیقاً انتشار ساده هست. اینم انتشار ساده هست. حالا ما توی هیت هم همینو داریم، از تمام سطح بدن میتونه چیکار کنه؟ CO2 رو بگیره، از جای خاصی هم نمیتونه بگیره. حالا فاگوسیتوس فاطمه زینلی تو همون سه شنبه خواهم گفت ان شاء الله. بله کلا تو همه تکسلولی ها، من پارامسی رو به عنوان مثال گفتم، بقیه تکسلولی ها هم همینه، به صورت همین هستش. غلیظت دقیقاً یاسمن، غلیظت همون انتشار ساده دیگه، انتشار ساده. تو هیدرو هم همینه بچه‌ها. من هیدرو کوچولو بگم چون خیلی سوال میاد. یه نکته خیلی جالبی تو هیدرو دارم. ببینید این شما میدونید بچه‌ها هیدرو یه لایه‌ای داره، لایه مکعبی داره، یه لایه‌ای داره، لایه استوانه‌ای داره. ببینید این لایه استوانه‌ای. خب میدونید بچه‌ها اینا یافته‌های مجدد. بچه‌ها یه چیزی میخوام یادآوری کنم براتون. آیا همه یافته‌های کیس حفره گوارشی هیدر همشون تاجک داشتن؟ آفرین که یادتونه، آفرین که یادتونه. ای جانم. خب حالا من میخوام بگم که ایورم آبه. خب حالا اینا چطوری گازهای تنفسیشون رو میگیرن؟ اینا اودار آب این طرف مستقیما میگیرن، اینم اودار آب اون طرف مستقیما میگیره. ببینید اودار اینجوری میگیرن اینا. این بازم انتشار ساده است. آره اینا رو خودشون مستقیما یک تا مستقیما. الان توضیح میدم یک تا. بعد اما CO2 رو ببینید، اینها CO2 رو میدن به آب دوباره، اینها هم CO2 رو مستقیما میدن به آب. بچه‌ها اگر نگاه بکنید میبینید هر یاخته مستقیما میتونه گازها رو تبادل بده. هر یاخته مستقیما گازها رو چیکار میکنه؟ مبادله میکنه. هیچ یاخته به یاخته دیگه نیاز نداره. هیچ یاخته‌ای به دستگاه ویژه‌ای برای انتقال گازهای تنفسی احتیاج نداره. اوکی؟ همه انتشاره. ای جان. همه یاخته‌ها فرق نمی‌کنه، همه یاخته‌ها. ستوده، همه یاخته‌ها بابا. خب اینا اونایی هستن که دستگاه خاصی ندارن. فلش بله. حسین حواسش هست. دمت گرم. حسین خیلی حواسته. حسین رضاییان میگه فرش استرودل جابجا زدید. راست میگه بچه‌م. راست میگه حسین. ای جانم حسین. به قول مده ها میگن جانم حسین. خب دقیقاً فاطمه اکبرزاده سعادت آبادی. دقیقاً. بگو سوال درمانی چیه؟ بذار آخر ساعت بپرس. 6 تا بازو داره. کلا مهم نیستش دیگه. اون 4 تا بازویی رو تعداد بازوهای هیل از 6 تا 8 تاست. خیلی فرق میکنه. خب حالا بریم دستگاه ویژه رو بگیم. اینهایی که اینجا خدمتتون گفتم اینها چی؟ اینا به شما اصلا دستگاه ویژه‌ای ندارن. بله. اینا دستگاه ویژه‌ای ندارن. چی گفتیم؟ گفتیم آقا این سلول اینا اطرافش آبه. CO2 رو میده به آب، اکسیژن آب میگیره. خب اما هیدر هم 2 تا لایه یافته‌ای داره. این یافته‌های یافته گوارشیشه، اون هم یافته‌های چیه؟ یافته‌های لایه بیرونی. هر یافته‌ای مستقیما گازهای خودشو میگیره، گازها رو پس میده. اوکی؟ مهندسه اوکی؟ خب بریم دستگاه ویژه ها رو بگم. خب اول تنفس نایدیسی رو بگیم. تنفس نایدیسی
ببینید اگر این یک حشره باشد این حشره دیگه جانی بالاشو بکشم بال نمیخواد بال نمیخواد چون اگه جا داشتم حشره خوشگل‌تری هم میکشیدم من خیلی نقاش خوبی هستم هر انگشتم هنر می‌ریزه اصلا مسخره‌ام نکنید خب ببینید بچه‌های خوبم در این قسمت یک سری چی وجود داره یک سری سوراخ وجود داره این چیزی که شما اینجا میبینید اینا منافذ تنفسی هستن ایول هستن اول حشره هستن فاطمه زینبی خوبی بابا ایشالله چی میگن لوکیشن بفرستم نگاه کنیم بچه‌ها منافذ تنفسی حالا میخوام توضیح بدم اینا کجا مهندسه هوا ایجا میره بیرون میاد تو یعنی دقیقاً این رو خدمتتون عرض بکنم CO2 از اینجا میاد بیرون آقا به شما عرض شود O2 همین سوراخ میتونه بره تو چون من دیدم سوال قلم چی بود همیشه به آره فاطمه همیشه به قسمت سینه‌ای وصل پاها و بالها همیشه به شکل به قسمت سینه‌ای وصل حالا کار نداره از کنم خدمت بزرگوارم که سوال قلمچی هم بود گفته آیا اکسیژن از همون منفذی میره تو CO2 از همون منفذ میتونه ببینه بله چون جریان هوا دو طرفه است و انتشار گازها مستقل فصل یک گفتم بهتون انتشار دو ماده مستقل یکدیگه است یا تو هست بچه که فصل یک با من بودیم بله دو طرف یکسان حالا من میخوام یکی از اینها رو برای شما رسم میکنم ببینید بعد منشعب میشه بذار یکم این ورتر بکشم یه نکته دیگه هم بگم ای بابا فکر کنم بچه نقاشی منو چشم کردیم کی چشاش شوره خب دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم همینقدر بس کار ندارم پخش میشه تو کل بدن خب حالا اون ور رو بریم بله دو طرف بدن موازی هم هست حالا یکی هم ای بره او بدن رو ببینید دوباره اینا خودش تقسیم میشه کار نداره میخوام اینجوری خدمت شما بگم میخوام بگم منفذ اینوری ربطی به منفذ اونوری نداره نه همین فاطمه زینالی زاده میخوام بگم ربطی ندارن دخترکم ببینید اینجا مثلا CO2 که از این خارج میشود O2 همینجا وارد میشه این برم همینجور O2 از اینجا وارد میشود دقیقاً CO2 از اینجا خارج میشود و بعد اینجا چی وجود داره؟ اینجا یه سری یاخته وجود داره ببینید اینا یاخته های بدن ببینید یاخته های بدن یعنی چی؟ یعنی این یاخته های بدن رو که شما میبینید اینا مبادله میکنن گازهاشون رو با اینا
یکم یافته‌ها رو بزرگتر بکشم، چون بعضی ممکن با موبایل نگاه میکنید نمیبینید، کوچک بکشم خوب متوجه نمیشید. ببینید اینو یافته‌های بدن. چون کار میکنن، کاری که اینها انجام میدن، اینا CO2 رو میدن به این، میگه آقا CO2 رو ببر، این CO2 در عوض چیکار میکنن؟ در عوض میان اکسیژن رو میگیرن، یعنی اکسیژن که از خارج میشه میاد میره داخل، یعنی مستقیما مبادله میکنن، این CO2 اجرا میاد داخل. ببین CO2 ایترفیا ما خود شد، یعنی هیچ هوایی از این ور بیا اول درد بشه، همچی چیزی نداریم که از این ور بیا از اون طرف درد شد. اینو بهش میگیم دستگاه نایدیسی. ببخشید بچه‌ها سر کلاس به تلفن جواب دادن یه لحظه بشه که من جواب بدم. ببخشید. الو بابا اشتباه زنگ زدی، من زنگ نزدم. چرا بگو 5 تومن مونده که 5 تومن 3 تومنش خرج سنده. حالا من این خرج سنده برای ما صحبت، بعد 2 تومن پول منم پیش اون خانم مونده. من 5 تومن دیگه حسابم مونده، 5 تومن اونم تو بعد سند و اینا هم باشه، 5 تومن دیگه حسابم مونده. خداحافظ. ببخشید بچه‌ها عذرخواهی می‌کنم، بابام بود نمیتونستم جواب ندم. خب حالا میگم هستم جنس این چیه؟ ستوده میگه جنس این چیه بچه‌ها؟ جنس این کیتین است. جنسش کیتینه. آفرین سوگن، جنسش کیتینه. کیتین یه قنده. تو کتاب شما نیست، به همین خاطر نگفتمش. این نوع پلیساکاریده. تو کتابتون نیست، پس نگفتم. لازم نداشتیم که بگم. داشتم میگفتم اینی که هوا یه جای بیا یه جای بره. این ایرانی ما نیمه خودش، اونم نیمه خودش هستش. بله. ترکیب چند تا پلیساکارید. حالا نکته ها رو بگم. قبل اینکه نکته ها رو بگم دقت بکنید. نکات تنفس نایدیسی. خب حالا بیام ببینیم ناصری چی میگه. ببینید بچه ها این شکلی که اینجا کشیده به من بزرگش بکنم. این من فقط یه نکته کوچولویی رو اونجا رعایت نکردم، اینجا باید شما بگم بهش. دقت بفرمایید. سختم بود بکشم، اما ته همه اینا بسته است. با چی عبور میکنن اینا؟ یعنی تا مایع میان بافتی داخل اینا ورود. چرا ته همه اینا بسته است بچه‌ها؟ مایع بین سلولی که حالا فصل بعدی میخونیم بهش میگیم همولنف وارد اینا نشه. تهشون بسته. تا همولنف یا هم مایع مخصوص واردشون نشه. خب حالا عرض کنم. آره یه چیز دیگه هم هست خدمت بچه‌ها خوبم بگم. اینهایی که شما اینجا میبینید گاهی اوقات چی دارن؟ گاهی اوقات در پوش دارن. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی میاد روش بسته میشه. چرا در پوش دارن؟ به خاطری که اگه در پوش نداشته باشن اون موقعی که نفس نمیکشه خیلی مقدار زیادی آب از دست میده و معمولا حشرات نمیخوان آبشون از دست بدن، چون معمولا حشرات در جاهای خشک زندگی میکنن، آبشون از دست بدن بیچاره میشن. به همین خاطر موقعی که نفس نمیکشن میبندن در پوش‌ها رو. منافذ رو چیکار میکنن؟ میبندنشون. خب حالا خدمت شما بگم بچه‌ها
این شکل رو ببینید، این هوا هست که جریان دو طرفه. این فلشی که اینجا زده چجوری زده بچه‌ها؟ فلش دو طرفه زده. فلش دو طرفه زده یعنی چی؟ یعنی هم میره هم نمیره. خب بعد خدمت شما عرض کنم که اون منشأ میشه. انشاباتش هم بعضیا مثلا مثل انشاب از اینجا خارج میشه، بعضی انشابات اینجوری هست، بعضی انشابات اینجوری هست. نظم خاصی تو انشابات نیست. این بس. بله رفت و برگشت. بعدش خیلی تقسیم میشه و دهانش هم اگر نگاه بکنید از بقیه جاهاش بزرگتر. دهانش هم بقیه جاهاش بزرگتر. و بعدش هم مثل لوله خودتومی میمونه. لوله خودتومی مثل نای خودمون میمونه. نای خودمون دیدید چجوری حلقه است. این هم همجا حلقه است. به خاطر یه درپوش توش قرار بگیره. به خاطر یه درپوش توش قرار بگیره. آره مثل یه لوله اصلی میمونه که چی میشه؟ تقسیم میشه. بعد اینجا هم اگر نگاه بکنید توی این ملخ نشون داده که منافذ تنفسی کجاها هستن. در قسمت معمولا منافذ در قسمت عقبی بدن هستن. معمولا در قسمت عقبی بدن هستن. ولی همیشگی هم نیست. خب نکته اول در مورد نکات خدمت بچه‌ها عرض کنم که منافذ تنفسی در دو طرف بدن قرار دارد که اغلب در پوش دارد. اغلب در پوش دارد. نه دیگه اینا باید سفت باشن. کیتین سفته. اصلا نمیشه بگی. نه بعضی حشرات در جای مکتوب هستن، بعضی حشرات در جای مکتوب نیستن. خب فیلسوف قلی گوش کن. پس منافذ تنفسی در دو طرف که اغلب در پوش دارد. در پوش برای چیه؟ برای جلوگیری از هدر رفتن آب. بعد مثل خضوف. بعد خدمت شما عرض شود هر قسمت اصلی منشعب می شود. سوم این که هر نایدیس فقط تا نیمه بدن می رود. یعنی اینی که سراغش این وره تا نیمه میاد، اینجا این وره تا نیمه بیاد. نه فاطمه سادات حسینی، اونایی هم که در جای مرطوب زندگی میکنن، بعضی تو آب زندگی میکنن، با آب ارتباط دارن، باز با اینو ببندن تا آب داخلشون نره. پس اغلب در پوش دارن. حالا هر کدوم یه دلیل خاصی. هر نایدیس تا نیمه بدن میرود و انتهای آن بسته است. انتهای آن بسته است. چهارمین نکته که خدمتتون عرض بکنم، از یک منفذ اکسیژن وارد و از همان کربن دی اکسید خارج می شود. و نکته بعدی اینه که اینا مستقیم ترین دستگاه ویژه برای تبادل را دارند. یه چیز بگم بچه ها. سلام ابوالفضل، کجا بودی ابوالفضل؟ خب گوش کن. خب نه وارد سلول نمیشن. این شکل اینجا بد کشیده. وارد سلول نمیشن یا سمن. مستقیم ترین دستگاه ویژه برای تبادل گاز دارن. حالا اگر بگن مستقیم ترین چی؟ ببین حواسمون باشه. اونایی که دستگاه ویژه دارن مستقیم ترینشون اینه. ولی چی؟ به طور کلی
مستقیم ترین جانداران همانها هستند که دستگاه ویژه ندارند. یعنی چی؟ یعنی اگر بگه مستقیم ترین جانداران تبادل گاز میگیم پارام 30 و اونایی که دستگاه ویژه ندارن. ولی اگر بگه مستقیم ترین جاندارانی که دستگاه ویژه دارن اون موقع میگیم تنفس نایبیسی. میگیم تنفس نایبیسی. چرا یک تا توی بالها هم هستن؟ توی بالها بچه ببخشید من امروز تلفنم بدجور زنگ میزنه. عذرخواهی میکنم بچه. سلام آقادی. الو؟ قطعش کرد. فکر کنم فهمید من سعی کلاسم قطعش کرد. خیلی خوب. چرا مستقیم ترین هستن؟ چون گاز و صاف از تو هوا میارن میبرن توی سلول. یه از این مستقیم تر؟ بعد جانوری که دستگاه ویژه نداشته باشن چند تا مثال زدم. اسفنج، پلاناریا، هیل. حالا دارم جانوران رو میگم. الو سلامتی چطور؟ خوبی؟ چاکرم جان سلامتی. من سر کلاسم. من این ماشین من همینجور دادمش دیده خریده من چیکارش کنم؟ الان این ماشین شما اومد دادین خرابه من شما پول میخوام. من ماشین نگاه کن من این ماشین دادم شما دادی بو. الان این ماشین شما اومد دادین خرابه من شما پول میخوام. من گفتم این ماشین ظاهر بود. قیادت هست که جان خب نه حالا من الان سر کلاسم عادی من 20 دقیقه دیگه زن سر کلاسم. من 20 دقیقه دیگه باش من فعلا سر کلاسم. خداحافظ. خب من معذرت میخوام ببخشید یه ماشین خریدیم در سرش بودم. بچه‌ها نگاه کنید مستقیم ترین منظور چی بود؟ مستقیم ترین اینه که مستقیما میره تو سلول و دوباره برمیگرده. بله فاطمه اینا یه هفته مؤسسه باز کرده درست میشن ان شاءالله. چیکار نداره امروز فهم کنیم. پس مستقیم ترین اینها هستن. بعد اینها دستگاهی برای گردش بعد گفتم یعنی دستگاه گردش موادشون. الان خودمون نگاه کنید انسان رو نگاه بکنید. انسان تبادل گازهاشو یعنی گاز و اکسیژن رو میده به خون میبره به سلول. دوباره سلول CO2 رو میده به خون میاره کجا؟ خون میاره به چش. یعنی دستگاهی برای جابجایی گازهای تنفسی داره. ولی اینا دستگاهی برای جابجایی گازهای تنفسی اصلا لازم ندارن. پس من میگم دستگاه گردش مواد در انتقال گازهای تنفسی نقشی ندارد. یعنی دستگاه گردش مواد دارن ها ولی دستگاه گردش موادش در انتقال گازهای تنفسی نقش نداره. باریکلا مهندس کاملا همین. پس خدمت شما بزرگواران عرض کنم دستگاه گردش مواد در انتقال گازهای تنفسی یعنی دستگاه گردش مواد دارند در اینجا نقش نداره. خب تک تک سلا میرسونن. محسن محمدی میگه
خب دیگه نکته بگم واسه خون ندارن، هم و لنف دارن. فصل بعدی میخونیم اینا خون ندارن، هم و لنف دارن. بچه نکته بعدی اینه که نیازی به رنگیزه های تنفسی مانند هموگلوبین ندارند. مریم خانم ما 5-6 دقیقه دیگه هستیم سر کلاس ها، دیگه 5-6 دقیقه تحمل کن، تموم شد دیگه. مریم موافقی؟ مریم اینا جلسه بعد میگم شاید بله این توضیح میدم. جلسه بعد در خون ملخ توضیح میدم. نه این شب دوچار کم بود اکسیژن نمیشن دخترم. من یه چی بهتون بگم بچه‌ها. بچه‌ها کلا اگه شما کله سوسکو بکنید بعد چندین روز میمیره، تازه اون انگشتگی میمیره. یعنی میخوام بگم اونا مثل ما نیستن که یه دقیقه اکسیژن بهشون نرسه بمیرن، اصلا اونا مثل ما نیستن. پس نیاز به رنگ‌های تنفسی مانند هموگلوبین ندارن. چرا؟ چون رنگیزه تنفسی کارش چیه؟ کار آن انتقال گازهای تنفسی است. خب چی؟ اینا ندارن چون مستقیم به مبادله گازها میپردازند. بالاخره سیستم عصبی و اینا دیگه تو کلهشونه دیگه، مغزشون تو کلهشونه دیگه. پس اینا نیازی به رنگیزهای تنفسی مانند هموگلوبین ندارن، اینا گلوله قرمز ندارن. اینا هم بهشون میگیم تنفس نایدیسی. خب خدمت بزرگواران عرض میکنم بیاید اینجا ببینید چی گیر میاد. تنفس نایدیسی رو کتاب بررسی کنیم. لوله های منشعب و مرتبط به هم هستند که از طریق منافذ تنفسی به خارج می‌آیند. منافذ تنفسی در ابتدای نایدیس قرار دارند. نایدیس به انشابات کوچکتر تقسیم میشه. انشابات پایانی در کنار همه یافته‌های بدن، یعنی هیچ یافته‌ای نیست که نداشته باشند. خب بعد خدمت بزرگواران عرض می‌کنم که بنبست بوده و دارای مایعی است که تبادلات گازی را ممکن می‌سازد. حشرات چنین تنفسی دارند و قبلا بچه‌ها علاوه بر حشرات صدپایان هم میگفت، اما الان فقط حشرات گفته. این جانوران دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد. یه سوال خیلی خوب میپرسه دخترم، من این سوال جواب بدم. ببین یاسمن اول به این جمله دقت کن تا جواب تو بدم. بگم چرا، سوال مطرح کنم و بگم چرا. میپرسه چرا این تهشون آبی رنگه؟ بذار جواب تو بدم. جوابت اینجاست، میگه بنبست و دارای مایعی هستن. درست شد؟ تراشه بله همون نایدیسه. ببینید بچه ها حالا که نگاه میکنیم میبینید بله ته اینها آبی رنگه. اینجا رو ببینید این آبی رنگه رو ببینید. شاید شما تصور بکنید که رفته تو یاخته، چون تو یاخته رفته رنگش تغییر کرده، رفته تو یاخته. اما بچه ها مگه نمیگه مایعی دارن؟ این تهش آبه، یعنی آب که نه، یه مایعیه.
چرا اینجا مایع وجود داره؟ علتش اینه که بتونه اکسیژن رو بیرون بکنه، بتونه CO2 رو وارد بکنه. یادتون باشه واسه گازهای تنفسی اگه تو آب حل نشن منتقل نمیشن. دقیقا همینه. آفرین. ستایش یه دقیقه صبر کن بابا، یه دفعه تموم میشه بعد سوال درست. پس این آبی بودن به خاطر مایعی هست که ته اینها وجود داره. آفرین امیرم درست میگه. پس ببینید نکته آخر رو هم بگم، در انتهای نایدیس ها مایعی وجود دارد که گازها در آن حل شده و به راحتی مبادله شود. به راحتی مبادله شود. خب حالا عرض کنم خدمتتون که نکته آخر بقیهش بشه رو درسیم بعد نازکتر میشم. بله آیدا نکته آخر ما چی میگه؟ نکته آخر ما میگه در همه جانداران انتقال برای مبادله، اینجوری بگم بهتره، برای مبادله گازها باید O2 و CO2 در آب حل شود. حتی خودمون یعنی توی ششهای ما هم تا این اکسیژن تو آب حل نشه، CO2 تو آب حل نشه جابجا نمیشه. به همین خاطر توی ششهای ما آب وجود داره. به همین خاطر سورفاکتان میایش کشش سطحی آب رو کمش میکنه. بیدلیله. نه آبی رنگ اینجا نشون داده سادات. خب بچه‌ها تقریبا فصلمون تموم شد. دیگه جلسه آینده تموم می‌کنیم میریم سراغ قلب. ان شاءالله میریم قلب. سایتو چی بگم آقا؟ گزینه مهمان برای جلسه آینده به طور یقین غیر فعال میشه. الان یه مؤسسه بازش کرده، اشکالی نداره، ولی جلسه آینده حتما غیر فعال خواهد شد. بله نه این دفعه چیز اصلا اینجوری نیست. نگران نباشید.